سلام و سپاس که با ما هستید و آزادی آنلاین را تماشا میکنید. بحث ضعف بیمارستان‌های تاجیکستان در قبول بیماران و حمایت از طبیبان، بیدادگری باد در خطلان و خطر به جان کشاورزان از ویدیوهایی است که میبینیم و درباره‌شان صحبت میکنیم و به سراغ مهاجران تاجیک در مسکو میرویم و یک گوشه دیگری زیبای تاجیکستان را با هم میبینیم. ویدیویی که میبینید از نزد بیمارستان در دوشنبه فرستادند که آنجا گرفتاران بیماری کرونا ویروس و دیگر بیماری‌های سیرتی را معالجه میکنند. ظاهراً اینجا زن بیمار و بیحال را به شفاخانه آوردند و طبیبان هم بیرون نآمدند تا او را با کت مخصوص به داخل ببرند. همراه میبینیم که اینجا چی میگویند. همینجا بستن از نیا بابا چه اگه مسلمان نداره نیا رو شکایت زنی نمیگیری بیاری؟ یا چی بیارن یاردم چه؟ اون مایده مسلمانی نداره نید اینا بارداری نمید واقعا این ویدیو بحث زیادی را در صفحه ما در اینستاگرام برانگیخت و بعضی‌ها طبیبان را به بی‌پروایی متهم کردند و بعضی‌ها طرفی طبیبان را گرفتند که در روزهای پاندمی کرونا ویروس نو به استراحت کار میکنند. کاربر با نام قربان علی 95 زیر این ویدیو در اینستاگرام نوشته است: مردم حاضره را به نام مسلمانی مانده است. اگر مرده ایستاده باشه نگاهت نمیکنند، میبینند، میگذرند. حیف ما بر این مسلمان که دعوای مسلمانی میکنیم. کاربر دیگری با نام خلیف 8080 طبیبان تاجیک را سخت تنقید کرده و بر رشوه‌خوری و بی‌پروایی نسبت به بیماران متهم کرده است. او در اینستاگرام در صفحه ما نوشته است: طبیبان تاجیکستان همش بیزنسمن شدند، همه را خریدند، دیگر پروای بیمار ندارند. کاربر دیگری چنین تنقیدها درباره طبیبان تاجیک را بی اساس نامیده و از دیگران خواسته است که آنها را سرزنش نکنند. او در اینستاگرام نام الحمدلله 9898 را دارد و چنین می‌نویسد: برادر جان، طبیبان را هر گپ نگوید، عذابی که طبیبان دارند سگ ندارد، حتی لباس‌های محافظتی را خودتان می‌خرند. رسلان 9090 کاربر دیگری هم گفته است که این صحنه نشان می‌دهد جان انسان در تاجیکستان قدر ندارد. او به زبان روسی نوشته است: بار دیگر باوری حاصل کردم که در کشور ما زندگی انسان قدری ندارد، برابر یک سگ قدر نداریم. کاربری که خود را مدیک معرفی کرده است گفته است که از نظر آنهایی که به بحث وارد شدند حیرت زده است. او در صفحه ما در اینستاگرام نوشته است: به خدا شما چگونه مردم هستید؟ همین بیمارستان ها جای ندارند، طبیبان 14 روزی نوبت دارند، جای خواب ندارند، شکمشان گرسنه است، آنقدر بیماری دارند که به حساب. یک کاربر دیگر توصیه داده است به جای تنقید و نواربرداری بهتر است به یکدیگر کمک رسانند. این کاربر که خود را بیگمد زادن معرفی کرده است می‌نویسد: شما یک روز به جای طبیبان بیدارخوابی کشید، چند ماه از زن و فرزند و عائله دور شوید، چه بودن کاری طبیب را میفهمید. حالا وقتی آن نیست که ما کمبودی و خطاهای همدیگر را بگوییم، بلکه وقتی دستگیری و دلبرداری یکدیگر است. آنگونه که میدانید حالا در تاجیکستان بیشتر از 4000 نفر گرفتار بیماری کووید 19 شدند. هرچند بسیاری‌ها به این آمار شبهه دارند و میگویند تعداد بیماران بیشتر از آن است که مقامات رسمی اعلان میکنند. برمیگردیم بعد دیدن ویدیوهای شما. ویدیویی را که می‌بینید یک مهاجر تاجیک از مسکو فرستاد و از آن خرسند است که بعد از 3 ماه بیکاری و کرانتین در خانه به کار برگشت. ادامه برنامه را در اختیار این مهاجر می‌گذاریم. خدا را شکر جای کارآوری کردن کار کردن. اونا سیراج نگاه کنید. بسیار تاجیکای جدا. تو تام خیلی دیدی که صدیقای کار کردن. خدا با شکر کار کردن. میرویم به تاجیکستان که آخرین ماه بادی سخت وزید و بعضی از خانه‌های مردم و کشتزارهای آنها آسیب دیدند. این ویدیو را از ناحیه باختر فرستادند و نقل کردند که آنجا چه شد. شب 27 مای یک 10 دقیقه شمال غیر چشم داشت با وجود آمد. ببینین یک چهارمغ چپکه در بالای خانه. شمالی بهت سختی بد شد که چهارمغ ایرشش چپکه دارد. بسیار ضررهای کلان و جدی داده امشب. این ویدیو که می‌بینیم از ناحیه مسجد به دست ما رسید از جماعت آببردان که یک منطقه کشاورزی است. باد هم در اینجا بیدادگری کرد و عاقبت‌های آن را یکی از ساکنان جماعت به رادیو آزادی چنین نقل کرد. زمین تراکتور های داره. نیست سیمی سیویت столба. اون وقت شمال شروع شد بارونگری سخت شد. همین غلطی زد столба. چند بار آمدم
دیدن همه احوال ساغر را گفتن رمان نکنه که یگان نتیجه نیست. سیم مانده تا روی رخی بخونه بیچاره عذاب برن. اینجا گوشه از دهه ارجنک بالا در ناحیه حصار است و یکی از کاربران وبسایت رادیو آزادی بعد از دیدن این منظره زیبا خواسته است آن را به ما و شما هم نشان بدهد. دهه ارجنک یکی از دهات کوهستانی است که بهار و تابستان ساکنان ناحیه و شهر دوشنبه به تماشای آن می‌روند. با امید آنکه زندگی شما زیبا باشد برنامه امروز را به پایان میبریم. فرستادن ویدیو، عکس و خبرهای خود را فراموش نکنید. به تلفنی که میبینید و از هر راهی که میخواهید، واتساپ، وایبر و یا تلگرام و ایمو، وبسایتی که میبینید برای دریافت خبرهای تازه است. تا دیدار در برنامه دیگر.